اینک به سرزمین بهشت سای ما فصل ها، فصل نکویی و نکوکاری ها، بهاری فیضبار آمده و با خود نفسی تازه نوروز را آورده. نوروزی که با فرارسی آن دلها از نوجوان، چهره ها شکوفان، مردم به آینده درخشان خود با چشم امید می نگرد. دست به دعا می برد که در سرزمینش، خاندانش آرامی و آسایشتگی، سیری و پوری، بخت و سعادت حکم فرما باشد. مرحبا نوروزی عالم افروز، مرحبا. ای مردم، از امروز سر کرده به پیران و برجاماندگان، بیچاره و بینوایان، بیکس و بیپرستاران آزار و ستم نرسانید. به هیچ جانزاده آسیبی نرسانید. اکنون همه پرندگان را آزاد کنید. به زمین جو و گندم بکارید. رزق را فراوان سازید. باغ و گلگشت ها بنیاد کنید. امروز نیکی بر بدی غلبه کرد و ما در جنگ بر ضد ظالمان دیوان آدم خود پیروز آمدیم. ای موبدان، نوکران، بیروید به تمام سرزمین فارسی زبانان آریان نژادان از شاه جمشید مژده رسانید که امروز را جشن گرفته همه ساله پی تجلیل با شکوه آن بکوشند و من امروز را عید اعلان میکنم. نوروزتان مبارک باد.